5 قانون ثروت. یک همیانی پر از طلا یا لوحه‌ای نوشته شده از علم، اگر شما بین این دو حق انتخاب می داشتید کدام را انتخاب می کردید؟ شنوندگان با چهره‌های آفتاب سوخته آتش بیابان که چنان رویاهایشان می درخشید مشتاقانه نشسته بودند. طلا طلا. 27 نفر با یک صدا گفتند کلباب پیر. معنیدارانه لبخندی زد. گوش کنید. او دستش را به بالا برداشت و همه را به آرامی دعوت کرد. شبانه صدای سگ‌های وحشی را در تاریکی بیرون می‌شنوید. آنها زوزه می‌کشند و ناله می‌کنند چون از گرسنگی خراب و لاغر شدند. اگر به آنها غذا بدهی چی کار می‌کنند؟ می‌جنگند و می‌خرامند و دوباره کمی می‌جنگند و می‌خرامند بدون هیچ فکری برای فردایی که حتما می‌آید. دقیقاً این داستان در مورد انسان‌ها نیز مطابقت دارد. اگر حق انتخاب بین طلا و دانش به آنها بدهی چی کار میکنند؟ از دانش غافل میمانند و طلا را هدر میدهند. این چون این فردا ناله میکنند چون دیگر طلا ندارند. طلا برای کسانی ذخیره میشود و پایدار میماند که قانونهایش را فرا گرفته باشند. کلباب جامه سفید و بلندش را دوری پایهای اوریانش پیچید چون از باد شبانه خنکی میوزید. چون شما صادقانه در طول سفرمان به من خدمت کردید، از شترهایم خوب نگاه و بینی کردید، در صحرای تسوان بدون هیچ شکایت زحمت کشیدید و عرق ریختید. با متانت و جسوری در برابر دزدانی که قصد دزدیدن اموالم را داشتند ایستادگی نمودید و جنگیدید. امشب داستان 5 قانون طلا را که مطمئنم تا به حال هیچگاه نظیرشان نشنیدید برایتان شرح میکنم. خوب و با دقت به حرفایی که میزنم گوش کنید، زیرا اگر خوب معنی آن را درک کنید و به کار ببندید، در روزهایی که در آینده می آیند طلای خیلی زیادی به دست خواهید آورد. او توقف کرد. در آسمان صاف و زلال آبی بابل ستاره ها می درخشیدند. پشت آنها چادرهایشان که در برابر طوفان‌های احتمالی صحرا محکم به زمین بسته شده بودند خودنمایی می‌کرد. در کنار چادرها بسته‌های مرتب متاع‌های تجاری که با روکش پوشانیده شده بودند وجود داشت. کمی آن طرفتر گله شترها در ریگ‌ها پراکنده شده بودند. بعضی نشخوار می‌کردند و بعضی دیگر هم در نزاع با هم خراس میکشیدند. تو داستانهای بسیار خوب برای ما تعریف کردی. کلباب گفت قافله سالار، ما منتظرم تا تو مردی فرزانه تا فردا که سفرمان با تو تمام می شود ما را راهنمایی کنی. من به شما در باره سیاحت‌های خود در کشورها و سرزمین‌های دور بسیار تعریف کردم، ولی امشب من به شما در باره حکمت ارکد، یک مرد عاقل و ثروتمند بگویم. مردی ثروتمند و فرزانه ما درباره او خیلی شنیدیم. قافله سالار توضیح داد زیرا او ثروتمندترین فرد است که بابل تا کنون به خود ندیده است. او به خاطر این ثروتمندترین می باشد که قانونهای طلا را هیچ کس به خوبی او نمی داند. امشب باید در مورد دانش فراوان او به شما بگویم، همان طور که پسرش نامزیر سالهای قبل در نینه و زمانی که من جوان بودم برایم تعریف کرد. من و اربابم بیش از حد در قصر نامزیر آن شب معطل شده بودم. من به اربابم کمک کرده بودم و مجموعی بزرگ از قالینچه آورده بودم. نامزیر یک آنها را امتحان کرد تا نهایتاً از لحاظ رنگ بندی به نتیجه دلخواه خود رسیده و بالاخره خوشحال شد و به ما دستور داد تا با او بنشینیم و شراب بنوشیم. شراب کمیاب و بسیار بدبو که اصلا معده من با آن سازگاری نداشت. سپس او این داستان را از دانش بسیار بالای ارکد پدرش برای من تعریف کرد. داستانی که حالا میخواهم برای شما تعریف کنم. همان طور که میدانید در بابل رسم است که پسران افراد پولدار با امید به میراث پدر نزد والدین خود زندگی میکنند. ارکد این سنت را قبول نداشت، بنابراین وقتی نامزیر به سن جوانی رسید پدرش دنبالش فرستاد و به او گفت پسرم، این آرزوی من است که تو صاحب اموال من باشی.
ولی اول باید ثابت کنی که توانایی مدیریت خردمندانه آن را داری. بنابراین مائلم به بیرون بروی و هم خودت توانایی به دست آوردن طلا را نشان بدهی و هم در بین مردم محبوب شوی. برای اینکه خوب شروع کنی 2 چیز به تو میدهم که وقتی خودم به عنوان جوان فقیر شروع به ساختن آینده‌ام کردم از داشتن آنها محروم بودم. اول این همیان پر از طلا را به تو میدهم که اگر از آن عاقلانه استفاده کنی پایه موفقیت تو در آینده می شود. دوم به تو این لوحه را میدهم که 5 قانون طلا روی آن حکاکی شده است. اگر اینها را در رفتارهای خود به کار بندی، اینها در تو روحیه تلاش و خاطر جمعی ایجاد می کنند. 10 سال بعد از امروز به خانه پدرت بازگرد و گزارش از خودت بده. اگر شایستگی خود را به اثبات رساندی، آنگاه تو را جانشین و صاحب اموالم می کنم. در غیر این صورت اینها را به روحانی ها می دهم تا در عوض آن برای روحم آرامش از خدا طلب کنند. پس نامزیر رفت تا راهش را خودش بیابد. با همیان طلایش و لوحه‌اش که آن را به دقت در یک پارچه پیچیده بود. 10 سال گذشت و نامزیر همان طور که قول داده بود به خانه پدر بازگشت. پدری که برای برگشتن او ضیافت بزرگ ترتیب داده بود و کلی از دوستان و نزدیکان را دعوت کرده بود. بعد از پایان مهمانی پدر و مادر صندلی‌های سریر مانند خود را در گوشه از تالار قرار دادند و نشستند. نامزیر هم همان طور که قول داده بود در برابرشان ایستاد تا گزارش از حال و احوال خود دهد. بعد از پیشین بود. اتاق از دود فتیله چراغ روغنسوز که به سختی آن را روشن میکرد تیره شده بود. برده ها با جامه های تنوک سفید رنگ و پیراهن کوتاه هوای مرطوب تالار را به طور یک نواخت با شاخه های بلند درخت خرما تهویه میکردند. شکوهی با وقار صحنه را آراسته بود. همسری نامزیر و 2 پسر جوانش با دوستان و دیگر اعضای خانواده پشت سر او روی قالنچه ها نشسته بودند و خوب گوش میدادند. پدرم، او خیلی با احترام شروع کرد، من در برابر دانش تو تعظیم میکنم. 10 سال پیش وقتی تازه به دوران مردانگی رسیده بودم به من پیشنهاد کرده که بروم و سر در میان سرها در بیاورم به جای اینکه بمانم و پیروی تقدیر باشم. تو از ثروتت سخاوتمندانه به من دادی و از دانشت سخاوتمندانه به من بخشیدی. افسوس که باید اعتراف کنم که در مورد طلا مدیریت فاجعه انگیزی داشتم. واقعا مثل خرگوشی وحشی که وقتی جوانی برای اولین بار آن را میگیرد از دست او میگریزد. طلا هم از دستان بی تجربه من گریخت. پدرم بی پروانه لبخند زد و گفت پسرم ادامه بده. داستانت به همه جنبه هایش برای من مراق انگیز است. من تصمیم گرفتم که به نینوه بروم چون آنجا شهری در حال رشد بود. باوری داشتم که آنجا فرصت های زیادی را به دست می آورم. به یک کاروان پیوستم و در بین افراد آن دوستان زیادی پیدا کردم. 2 مرد خوش صحبت که اسبای بسیار زیبای سفید و بادپای داشتند در میان این دوستان بودند. همان طور که سفر می کردیم آنها با اطمینان به من گفتند که در نینوه مرد ثروتمند زندگی می کند که اسبی بسیار تیز رفتار دارد که تا به حال مغلوب نشده است. صاحبش بر آن باور است که هیچ اسب به سرعت اسب او موجود نیست و او روی هر مبلغ هر چقدر بزرگ شرط می‌بندد که هیچ اسبی از بابل نمی‌تواند اسب او را در مسابقه شکست دهد. در مقایسه با اسبای خودشان آنطوری که دوستانم می‌گفتند آن اسب میبایست اسبی دونده می‌بود که به راحتی شکست می‌خورد. به عنوان مرحمتی بزرگ به من پیشنهاد دادند که در یک شرط بندی با آنها همراه شوم. من کاملا تسلیم این برنامه شدم. اسب ما شکست خورد و قسمتی اعظم از طلاهایم را از دست دادم. پدرم خندید. بعداً فهمیدم که این یک برنامه از پیش تعیین شده و قلابی بود است و اینها دائما با کاروانها سفر میکنند و قربانی ها را پیدا میکنند. آن مرد در نینوه شریک اینها بود و پولی را که برد مینمود با آنها قسمت میکرد. این حق متقلبانه اولین درس را دریافتن خودم به من داد. به زودی یکی دیگر آموختم. او هم مثل من فرزند خانواده‌ای ثروتمند بود و مثل من در حال سفر به نینوه تا مکان مناسب بیابد. اندکی بعد از رسیدنمان
او به من گفت که یک بازرگان مرده مغازه و مصالح هایش را می شود با قیمت ناچیزی خرید. او گفت که شریک های مساوی خواهیم بود، ولی او ابتدا می بایست و بابیل بر می گشت و پولش را موافق می کرد. او ما را متقاعد کرد تا مغازه را با پول من بخریم و بعداً سرمایه او را در فعالیت اقتصادیمان مصرف کنیم. او در سفر به بابیل خیلی تأخیر کرد و در ضمن ثابت کرد که خریداری بخرید و هزینه‌گیری احمق است. سرانجام او را کنار گذاشتم، ولی وضع آن تجارت بدتر شد، چون ما فقط یک مقدار مالهای دشوار فروش در اختیار داشتیم و هیچ پولی هم برای خرید مالهای دیگر در دستمان نبود. من بقیه آن چیزی را که باقی مانده بود با قیمت رقت‌انگیز به یک اسرائیلی دادم. پدر، به زودی روزهای تلختری آمدند. به دنبال کار کردن گشتم ولی نیافتم، چون هیچ هنر و صنعتی را نمی دانستم تا درآمد به دست بیارم. اسبایم را فروختم، برده هایم را نیز فروختم، حتی لباس های زیادتیم را فروختم تا بتوانم غذا و جای برای خواب پیدا کنم، ولی هر روز ترس و سختی به من نزدیک می شد. اما در آن روزهای سخت آن اعتمادی را که در من بود به یاد آورم. پدرم، به یاد آوردم پدر، تو مرا فرستاده بودی تا مرد شوم و من از عزم کردم تا این را به انجام برسانم. مادر چهره‌اش را پوشاند و آرامانه گریه کرد. در آن زمان به یادی لوحه‌ای افتادم که به من داده بودی و رویش 5 قانون طلا را حکاکی کرده بودی. آن کلماتی حکیمانه را به دقت مطالعه کردم و متوجه شدم که اگر اول آنها را می‌خواندم پولم از دست نمی‌رفت. با تمام وجود یک قانون‌ها را فرا گرفتم. تصمیم گرفتم که اگر یک بار دیگر خوش اقبالی به سراغم آمد با دانش و پختگی پذیرای آن باشم، نه با بی تجربگی جوانی برای بهره‌مندی شما که امشب اینجا هسته. دانشی را که پدرم 10 سال پیش روی لوحه نوشته به من داد می‌خواندم. 5 قانون طلا. یکم، طلا خیلی زود و بیشتر به سمت کسی می آید که حداقل 10% از درآمدش را به مقصد افزایش دارایی برای آینده خود و خانواده‌اش ذخیره می کند. دوم، طلا برای صاحب عاقل خود که آن را در راه‌های سودمند به کار می‌برد بیشتر کار می‌کند و مثل گله در مزرعه چند برابر می‌شود. طلا به محافظت صاحب هوشیار خود که آن را با مصلحت افراد دانا در مدیریت کردنش سرمایه گذاری می‌کند وفادار می‌ماند. چهارم، طلا از دست کسی که آن را در تجارت‌ها یا اهدافی که با آنها آشنا نیست یا توسط افراد کار آشنا توصیه نمی‌شود سرمایه گذاری می‌کند فرار می‌کند. پنجم، طلا از دست کسی که آن را به درآمدهای غیر ممکن وادار می‌کند یا از توصیه‌های طمع برانگیز افراد خلاب و فریبگر پیروی کند یا به آرزوهای احساسی خام خود اعتماد کند فرار می‌کند. اینها 5 قانون طلا بودند که پدرم آنها را نوشته بود. من آنها را با ارزشتر از خود طلا می‌دانم. همانطور که در ادامه داستانم تعریف می‌کنم پره آگاه می‌گردد. او دوباره به سمت پدرش برگشت. در مورد فلاکت و نومیدی که به تجربگی هم نصیبم کرد برایتان تعریف کردم، ولی هیچ مصیبتی نیست که پایان نداشته باشد و بدبختی های من زمان به پایان رسید که شغل به عنوان مدیریت تعداد برده هایی که روی دیوار جدیدی بیرون شهر کار میکردند پیدا کردم. با بهره‌گیری از دانشم در اولین قانون طلا تکه‌ای میسی از اولین درآمدهایم پسنداز کردم و در هر فرصت به آن اضافه میکردم تا آن را تبدیل به نقره کردم. روندی آهسته بود چون باید با درآمدهای خودم زندگی میکردم. باید بگویم که با نفرت خرج میکردم چون تصمیم گرفته بودم بتوانم قبل از اتمام آن 10 سال طلاهایی را که پدرم به من داده بود با او پس دهم. یک روز صاحب کارمان که دیگر با او دوست شده بودم به من گفت تو جوانی صرفه‌کاری هستی که درآمدت را با عیش و عشرت و به فکری خرج نمی کنی. آیا پولهایت را پس انداز می کنی؟ بله، من جواب دادم. این بزرگترین آرزوی من است تا بتوانم طلا جمع کنم تا طلاهایی را که پدرم به من داده بود و من آنها را از دست دادم را به او پس بدهم. این تصمیم ارزشمندی است. من به تو کمک میکنم. آیا میدان طلایی که ذخیره کردی میتواند برای تو کار کند و درآمد بیشتری تولید کند؟ افسوس. تجربه تلخی در این زمینه دارم چون همه پولی پدرم را این گونه از دست دادم و حالا میترسم اگر دوباره همچون کاری کنم مال خودم را نیز از دست بدهم. اگر به من اعتماد داشته باشی درسی سودمند در مدیریت طلا به تو میدهم. او پاسخ داد. تا 1 سال آینده دیوار بیرونی تکمیل می شود.
و برای نصب دروازه‌های بزرگی برنجی که در هر درآمدگاه که برای محافظت شهر از دست دشمنان ساخته می‌شوند آماده می‌شود. در کل نینوه این مقدار فلزی برای ساخت این دروازه‌ها وجود ندارد و شاه هم تاکنون فکری برای این کار نکرده است. این برنامه من است. گروهی از ما با هم شریک می‌شویم و کاروانی به معدن مس و سراب به دوردستا می‌فرستیم و فلزی لازمی را برای ساخت دروازه‌ها به نینوه می‌آوریم. وقتی شاه فرمان ساخت دروازه‌های بزرگ را صادر کرد، تنها ما می‌توانیم آن مقدار فلز را تأمین کنیم و او هم قیمتی بلند می‌پردازد. اگر شاه آنها را از ما نخرد، ما هنوز آن فلزات را داریم و می‌توانیم آنها را با قیمتی مناسب بفروشیم. در پیشنهادش فرصت را یافتم که از قانون سوم طلا جان می‌گرفت. سرمایه‌ام را تحت راهنمایی افراد دانا سرمایه‌گذاری کنم. با اینکه امیدی نداشتم، شراکتمان تبدیل به یک موفقیت بزرگ شد و اندک ذخیره طلای من با آن معامله خیلی افزایش یافت. با مرور زمان به عنوان یک عضو قبول شده در این گروه در فعالیت‌های اقتصادی دیگر پذیرفته شدم. اینها مردان دانا در مدیریت کردن طلا بودند. آنها در مورد هر برنامه که پیشنهاد میشد قبل از ورود با دقت بحث میکردند. هیچ امکانیت را برای از دست رفتن سرمایه اصلی باقی نمیگذاشتند یا آن را در سرمایه گذاری های بی ارزش مصرف نمیکردند. آن چیزهای احمقانه مثل آن مسابقه اسب دوانی و آن شراکتی که از روی خامی انجام دادم هیچ شباهت به کارهای اینها نداشت. آنها به سرعت متوجه ضعف‌هایشان می‌شدند. در اثنای شریکی‌مان با این افراد یاد گرفتم سرمایه‌ام را در جایهای امن سرمایه گذاری کنم تا بازگشت سودمند برایم داشته باشد. با گذشت زمان خزینه‌ام با سرعتی بیشتری پر شد. نه تنها چیزی را که از دست داده بودم به دست آوردم، بلکه خیلی بیشتر از آن هم به دست آوردم. در میان بدبختی‌ها، تمرین‌ها و موفقیت‌هایم بارها و بارها دانش 5 قانون طلا را درک کردم و در هر تجربه به من ثابت شدند. کسی که قانون‌های طلا را نمی‌داند، طلای خیلی کم به سراغش می‌آید و خیلی زود از او دور می‌شود. ولی در مورد کسی که از قانون‌های طلا آگاهی کامل دارد، طلا به سمت او می‌آید، مانند وظیفه‌شناس برای او کار می‌کند. نامزیر صحبتش را قطع کرد و به برده‌ای که در انتهای تالار بود اشاره کرد. برده 3 همیان سنگین چرمی را یک یک پیش آورد. نامزیر یکی از آنها را گرفت و روی زمین پیش پدرش گذاشت و گفت: پدر، تو به من همیانی پر از طلا دادی، طلای بابیل. در مقابل من یک همیانی پر از طلای نینوه، هم وزن و هم ارزش آن به تو پس می‌دهم. تو به من لوحه دانش دادی، در مقابل آن من 2 همیانی پر از طلا پس می‌دهم. او این را گفت و 2 همیان دیگری طلا را از برده گرفت و روی زمین در کنار آن یکی قرار داد. پدر، این کار را میکنم تا به تو ثابت کنم چقدر دانش از آن طلایی که به من دادی برایم ارزشمندتر بود. با این حال هیچ کس نمیتوان ارزش دانش را با همیانهای طلا بسنجد. بدون دانش طلا به سرعت از دست دارنده خود خارج می شود، ولی با دانش طلا برای کسی که آن را ندارد به دست می آید. همانطور که این 3 همیان طلا ثابت کردند. پدر، این نیز نهایت رضایتمندی من است که پیش تو باز استم و بگویم به خاطر دانشی که به من دادی موفق شدم تا ثروتمند شوم و همچنین نیز در بین مردم محترم شوم. پدر با علاقه‌مندی دستش را روی سر نامزیر گذاشت. تو درس‌ها را خوب یاد گرفتی و من نیز خوشحالم که پسری دارم که می توانم با رضایتمندی ثروتم را با او بسپارم. کلپوپ داستانش را قطع کرد و منقدانه به شنونده هایش نگریست. این داستان نامزیر چی درسی به شما می دهد؟ او ادامه داد: در بین شما یگان کسی این جرأت را دارد که پیش پدرش یا پدری همسرش برود و یک گزارش صادقانه از مدیریت درآمدهایش به او بدهد. فکر میکنید این مردان محترم چی چیزی از شما خواهند شنید؟ من خیلی سفر کردم و خیلی یاد گرفتم و خیلی کار کرده اینچنین خیلی درآمد به دست آوردم، ولی افسوس از طلا خیلی کم دارم. آیا هنوز فکر میکنید که یک بی‌ثباتی و مخالفت در قضا و قدر باعث می شود که برخی بیشتر از بقیه طلا داشته باشند؟ در اشتباهید. افراد طلایی بیشتری خواهند داشت اگر 5 قانون طلا را بدانند و به کار بندند. چون من در جوانی این قانونها را یاد گرفتم و به آنها مجهز شدم، تاجری ثروتمند شدم. بدون تکیه کردن به هیچ نیروی مرموز این ثروت را جمع کردم. ثروتی که به سرعت به دست می آید به سرعت هم از دست می رود. ثروتی که می ماند لذت و شادمانی را به صاحبش می بخشد به تدریج می آید. ثروت
با دانش و مهنت پیدا می شود. به دست آوردن ثروت برای مردان اندیشمند کاری سبک است. بردباری مداوم در انجام این کار از سال به سال دیگر هدف را تکمیل می دهد. رعایت 5 قانون طلا پاداشی عظیم به شما می دهد. هر یک از این 5 قانون ارزشمند هستند. مبادا شما آنها را از روی اختصار داستان من ساده مپندارید. حالا اینها را دوباره تکرار می کنم. هر یک از آنها را با تمام وجود می دانم، چون در جوانیم ارزش آنها را می دیدم و راضی نمی شدم مگر زمانی که لغت به لغت آنها را بلد باشم.